سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز بیاین با من آماده شین که قراره برم اولین بازارچه‌ای که اونجا ثبت نام کردم و قرار کارهامو برای فروش به نمایش بذارم رو دنبال کنیم. اول از همه آماده شدم. این سری کارهامو که قبلا توی یکی از ویدیوهام بهتون نشون داده بودم رو قراره برای فروش ببرم. دفترچه قشنگم هستن که طرحشون کاملا از خودمه. با استیکرهام هم که قبلا آشنا شدیم، میتونید اونها رو داخل پیجم هم حتما ببینید. پس بزن بریم. امروز اومدم گالری دستان. یه گالری سنتی خیلی قشنگ توی مشهده. علاوه بر گالری که داره، یه کافه سنتی خیلی قشنگ هم داره که هم میتونید از گالری لذت ببرین، هم از اردهای خیلی خوشمزه کافش. اینجا میتونید با دیزاین قشنگ این گالری آشنا بشین. من اومدم اینجا میزم و تحویل گرفتم و شروع کردم به چیدن کارام. چون میز کوچیک گرفته بودم، بیشتر سعی کردم استیکرام و دفترچه‌ام بذارم، ولی توی بازارچه‌های بعدی سعی میکنم بقیه محصولات هم بیارم و اونا رو هم برای فروش بذارم. میزمو کامل چیندم و نشستم منتظر مشتری قشنگم. هوا تقریبا امروز یه خورده گرم بود و خب چون بازارچه فضای باز بود یه خورده اذیت کننده بود، ولی اگر هوا خوب باشه واقعا محیط بازارچه محیط قشنگیه و کاملا از اون هوا، از اون وایبی که گالری بهتون میده لذت میبرید. از بقیه میزهای هنرمندا بازدید کردم. کار اونها هم واقعا قشنگ بود. هر میز یک هنری رو نشون میداد و هنر زیباشون واقعا منو شگفت زده کرده بود. از کارهای بافتنی بگیر تا کارهای شمع، کارهای چوب، لطبگ و بند عینک و هر چیزی که فکر کنید تو این بازارچه بود. البته که بازارچهش از جز بازارچه‌های کوچیکه، ولی خب باز هم هنرمندای زیادی اومده بودن و کارهای قشنگشون واقعا زیبا.
اینجا خود دکان دستانه که اینجا یکی از مکانهایی که خودم کارهامو قبلا تو این گالری به امانت گذاشتم برای فروش. علاوه بر اینکه میتونید بازارچه شرکت کنید، میتونید از آثار زیبایی که تو این دکان هستن دیدن کنید. شب این بازارچه واقعا زیبا و چراغونی بود. حوضچه‌اش خیلی قشنگ بود و با هندونه‌ای که از ما پذیرایی کردم واقعا شبمو کامل کرد. هر مشتری که میخواست کارام بخره اینجوری براش داخل پاکت میذاشتم، بهش تحویل میدادم. تقریبا آخرای تایم بازارچه بود و من شروع کردم به جمع کردن کارام برای اینکه برم خونه. که بخوام نظرم رو در مورد بازارچه که رفتم بهتون بگم، باید بگم که بازارچه خیلی خوبی بود، خیلی وایب خوبی بهم داد. با اینکه اولین تجربه‌ام توی رفتن به بازارچه، منظورم از این که من میز رزرو کردم اونجا کارهای خودم رو به نمایش گذاشتم بود، خیلی لذت بردم. سعی کردم تقریبا اول از بازارچه‌های کوچیک شروع کنم که دستم بیاد که رفتار مردم چجوریه، ریاکتشون نسبت به محصولاتم چجوریه و کم کم آشنا بشم با بازارچه‌های بزرگتر و سعی کنم اونجاها برم. البته که دوست دارم تک تک این بازارچه‌ها رو من شرکت کنم، چون که مطمئنم من توی هر کدومشون قرار تجربه خاص خودم رو داشته باشم. نسبت به این که بازارچه‌اش کلاً از ساعت 5 بود تا ساعت 10 فروش نسبتا خوبی داشتم، از این نظر که خب من اولین دفعهم بود، اولین باری بود که مردم با محصولات من آشنا می شدن داخل بازارچه ها، یعنی اونقدر شناخته شده نبودم، ولی باز هم فیدبکی که از مردم می گرفتم نسبت به کارام فیدبک خوبی بود. یعنی متوجه شدم که مردم به کارم علاقه نشون میدن، حتی شاید اونایی که از من خرید نکردن جذب میشدن و میمدن سمتم، کارامو نگاه میکردن، در مورد روشهایی که اونا رو تولید کردن، در مورد که اینا طرح خودم یا نه و چقدر کارم قشنگه با اون صحبت میکردن. اگر شما هم کسب و کار هنری خودتون رو دارین و دوست دارین متوجه بشین که کجاها باید شروع کنین، از کجاها باید شروع کنین برای فروش حضوریتون یا حتی فروش گالری هاتون، میتونین بهم پیام بدین، بهتون مشاوره بدم، یا اینکه میتونید یک سری از ویدیوهایی که من قبلا درست کردم و در مورد کسب و کار یا در مورد اینکه یک محصول هنری داریم چجور رو بفروشیم، چجور رو تولید کنیم و به مردم ارائه بدیم رو میتونید نگاه کنید. اینجای کار که دیدین من توی بازارچه دستان ثبت نام کردم، هزینه‌اش 70 تومن بود. برای این ساعت به نظرم معقول بود که تو شما تو فضای باز میشین و از هوای بهاری لذت میبرین. خودش باز یک سری پوینت های مثبت داره، چون یک سری گالری های دیگه معمولا داخل یک سری پاساژ ها هستن و شما کل روز مثلا 12 ساعت بعد داخل اونا بشینین، ولی خب باز از اون طرف اونجاها یک سری تهویه هوایی بهتری دارن، ولی خب تو هوای آزاد اگه هوا گرم باشه یا مثلا یک سری حشرات و اینجور چیزا باشن دیگه شما باید تحملشون کنید. در کل من راضی بودم و برای اولین تجربهم نتیجه خوبی داشت برام. هم که میخوام بازارچه‌های مختلف شرکت کنم و همینطور به شما حتما بگم که توی هر بازارچه فیدبکم چیه و از کدوم بیشتر لذت بردم، درآمدم تو کدوم بیشتر بود و کدوم رو بیشتر ترجیح میدم برای رفتن. امیدوارم از این ویدیو من لذت برده باشین. شما هم اگر تجربه شرکت تو بازارچه دارین توی هر شهری حتما اینجا برام بنویسین، چون ممکنه خیلی از هنرمندا بخوان
کاراشون رو حضوری بفروشن و نیاز داشته باشن یک سری نظرات شما رو بدونن در مورد اینکه از کدوم بازارچه شروع کنن بهتره و اینجور چیزها. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. من تا یک ویدیوی دیگه، تا یک آموزش ولاگ یا بازارچه دیگه از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.